اینها افرادی هستند که مشعل المپیک را در گوشه از انگلستان حمل کردند. به ظاهرشان نمیآید افراد قوی باشند، اما این بستگی دارد که چه چیزی را قدرت بدانیم. آنها اگرچه قهرمانان ورزشی نیستند، اما در زندگی خود هر کدام قهرمانی بودند. مثل لیلا همرنگ، دختر ایرانی انگلیسی از منچستر. او مثل بیشتر افراد زندگی عادی داشت. کمی که بزرگتر شد، علاقه‌مند به ورزش، به خصوص ورزش مهیج سنگ‌نوردی شد. اما باد مخالف در زندگی خبر نمی‌کند. سرطان خون بیماری بود که پزشکان در 13 سالگیش تشخیص دادند. همین بیماری خانواده لیلا را با مشکلاتی روبرو کرد. سالها مبارزه با بیماری درمان را همراه داشت، اما 5 سال پیش دوباره بیماری بازگشت. به خاطر تمام این سالا به خاطر شیمی درمانی اثر جانبی خیلی زیاد دارم و به خاطر همین خواهرم برای شم المپیک انتخاب کرد منو، به خاطر اینکه با اینکه این همه مشکل دارم به خاطر اثرهای جانبی، بازم خیلی کار برای خیریه انجام میدم و بیمارایی که تازه تشخیص دادن که سرطان خون دارن اونا رو کمک میکنم از نظر روحی و روانی. از نگاه منطق عادی زندگی او نباید الان در میان ما بود. در طول بیماریش 2 بار ایست قلبی کرده و با شوک الکتریکی بازگشته است. گویا قرار بوده کارهای بزرگی انجام دهد، مثل حمل مشعل المپیک که توسط خواهرش معرفی شد. نشستم یک مقاله خلاصه‌ای در مورد کارهایی که انجام داده بود نوشتم و فرصت خوبی بود که بنویسم که بعد از اینکه سرطان داشت چطوری تونسته در امور خیریه فعالیت کنه، چجوری تونسته به جامعه خدمت کنه بعد از اینکه مریضیش بهتر شده، معالجه شده. روز حمل مشعل، فلیتوود شهر کوچکی در شمال انگلستان. باد و باران شدید هر لحظه احتمال دارد آتش مشعل را خاموش کند. اما لیلا معتقد است راه رفتنی را باید رفت. با اینکه این همه چیز توی زندگیم بوده هیچ موقع از ناامید نشدم. خیلی خوب بود، با اینکه هوا بد بود بازم انجام دادیم. آره باید برن سوار اتوبوس شدم. اینجا تیم اسکورت پلیس با لیلا عکس میگیرند. کسی که آنها معتقدند قهرمان المپیک است، نه در زمین بازی بلکه در مسیر پرپیچ خم زندگی. شهریار سیامی، BBC.